من هر موقع اگه کسی اذیتم میکرده، مثلا تو مدرسه دعوایی میشد، هر اتفاقی که میافتاد میگفتم که بذار به بابام بگم. خیلی مواقع راجع به این فکر میکنم که بذار به بابام بگم. این فکر میکردم بابام بیاد اینجا رو اصلا با خاک یکسان میکنه، چون بابای منه و اگه من بهش بگم بابا باور نمی کنی که الان هم همینجوریه که وقتی اسم کنم اگه یه جایی مثلا دیگه هیچ کس تو این دنیا نباشه که به دادم برسه، مطمئنا بابام میاد دنبالم. من هر موقع اگه کسی اذیتم میکرده، مثلا تو مدرسه دعوایی میشد، هر اتفاقی که میافتاد میگفتم که بذار به بابام بگم. خیلی مواقع راجع به این فکر میکنم که بذار به بابام بگم. این فکر میکردم بابام بیاد اینجا رو اصلا با خاک یکسان میکنه، چون بابای منه و اگه من بهش بگم بابا باور نمی کنی که الان هم همینجوریه که وقتی اسم کنم اگه یه جایی مثلا دیگه هیچ کس تو این دنیا نباشه که به دادم برسه، مطمئنا بابام میاد دنبالم.